امروز زاهدان که شهر وحدت بود و شهر یک پارچگی امروز شهر امنیتی هست. امروز بفهمن برادران امنیتی ما، دولت ما، مسئولین امنیتی ما، انتظار ما این است که زاهدان از این حالتی که در دنیا در فضای مجازی نام زاهدان شده غزه، بنده صحبت ما با نیروهای امنیتی است. زاهدان نه غزه هست نه فلسطین، زاهدان دیار بلوچان هست، زاهدان دیار مولانا عبدالحمیده. و مردم زاهدان بشنوند، مردم زاهدان تنها نیستند، مردم زاهدان بی کس نیستند، مردم زاهدان بی وسم نیستند. بلوچ اگر بیاد در میدان، بلوچ پشت بلوچ رو برای فرار در جنگ و جهاد کسی ندیده و نخواهد دید. زاهدان رو شهر امنیتی نکنید. مردم برای نماز جمعه رفتن تردد گذرنامه بیاریم، پاسپورت باید داشته باشیم که از شهرهای همجوار ایران به پایتخت معنوی بلوچستان که زاهدان هست بریم برای دیدار علما و مساجد. چرا مردم، چرا جوانان، چرا در فضای مجازی اون تصویر رو در جمهوری اسلامی ببینیم که حکومت اسلام اینجا پایه داره؟ جوان بلوچی که برای نماز جمعه هفته گذشته همه دیدید در فضای مجازی چنان برخورد با او میشه که اسرائیل با فلسطینی ها این برخورد رو نمیکنه برای نماز. جوان بلوچ رو میگیرن میکشن، پیراهنش رو بیرون میارن. اون یک آدمی با کت شلوار لباس شخصی چنان مبغوض برخورد میکنه که معلوم میشه دلی پر از کینه است. چه کردیم مگه ما رو مشت و لگد میکنید برای نماز؟ ما یک ملتیم، پس همه باید مشت و لگد بشیم. ما از یک پدر و مادریم، همه فرزندان آدم و فرزندان حضرت حواییم. ما چه برتری دیگر نژادها و اقوام در ایران بر ملت بلوچ دارند که ملت بلوچ امروز اگر صداش در میاد حق داره. بشنوید صدای ملت بلوچ رو. خون برادرش ریخته، خون پدرش ریخته و امروز مظلومه. اگر امروز داد میزنه مطالبهش برآورده میشد، اگر امروز سخنش شنیده میشد، اگر امروز خواستش برآورده میشد، اگر فرصت به ملت بلوچ داده میشد، چرا معاندین و آنسویه ها سوء استفاده میکردن؟ نمیکردن. فرصت گرفته شده، حقش ضایع است که امروز داد میزنه و فریاد و امروز کمک میخواد. مردم بلوچ دنیا باید بداده. من صحبتم با بلوچه های این سه کشور حداقل هست. شما یک نژادید، ما زهی در قوم بلوچ نداریم. قرآن گفته شما یکی هستید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فقط متقی ترین شما در نزد الله ارزش داره. ارزش شما به زهی نیست. شما قومیت ندارید، برتر و بالاتر نیستید. شاید بعضی میخوان ما رو حذف بکنن، از بین ببرن. مراقب باشید. درگیری های قومی معنا نداره، درگیری های طایفه‌ای معنا نداره. این سوژه دشمن و شیطانه و اون کسی که به شما اسلحه میده تا برادر مسلمانت رو بکشی و حذفش بکنی، بدونید اون شیطان گنگیه. اون شیطانیه که ظاهرا شاید صداش به کسی نمیرسه، در خفا کار خودش رو انجام میده تا برادرت رو، یک عالم دینی رو، یک معتمد رو، یک سرشناس رو، یک انسان صلحجو رو، یک خداپرست رو بکشی و از بین بری. قتل‌های زنجیره‌ای که در قوم بلوچ در زمان حکومت‌های گذشته بود، علما ترور شدن، ما ترور دادیم، ترور شدن شخصیت‌های ما، شیخ ضیایی، ربیعی، مولانا عبدالملک ملازاده، خیلی از بزرگان دیگه حتی در کشورهای همجوار کشته شدن. خیلی از علما در همین شهر خود ما عالم کشته شده و تا امروز قاتلش مشخص نیست. خیلی از بزرگان و انسان‌های شایسته رو از دست دادیم که امروز جایشون خالی هست. اگر اونها می بودن قطعا وزنه ما سنگین تر می بود. ما حرفی برای گفتن می داشتیم. جوان عزیز، دنبال این نباشید که با تفرقه ما بتونیم زنده. اتحاد بلوچ امروز ندای ماست. بلوچ یک نژاد است و باید با متحد باش.
در پاکستان بلوچ‌ها مورد ظلمن، در افغانستان بهشون توجه نمیشه، در این ملک ما هم از نخبگان سرشناسان به انگشتان دست از اونها استفاده نمیشه، حقشون بهشون داده نمیشه، شهروند درجه چند حساب میشن. چرا اینجور باشه بپرسید از کسانی که دم از عدالت علوی و عدالت اسلامی میزنند و میگن این حکومت به حضرت رسول الله وصله. به خدا قسم رسول اکرم بین بلال حبشی که از حبشه بود و حضرت ابوبکر صدیق که از قریش بود فرقی قائل نبود. حضرت رسول بین جویریه که از منطقه دیگه و خدیجه از مدینه مکه مکرمه بود، به خدا رسول الله فرقی قائل نبود. سیدنا سلمان از ایران، صهیب از روم، رسول الله برای او فرق نمی کرد، این هر دوتا رو به یک چشم نگاه می کرد. امروز دیدهای متنفر و مبغوضیه، دید رو باید عوض کرد، دید رو باید نشست، شنید صدای این ملت رو. مردم بلوچ ما صحبتمون با دولت ایران، پاکستان و افغانستانه. مردم رو اهمیت بدید. با ظلم و زورگویی و تهدید و اعدام و چند نفر اعدام میشن، چند تا زندان میشن، با اینها نمیشه حق و حقوق ملت ها داده بشه. چند نفر رو میترسونید؟ خدا قسم ترس رفته. این ملت جان میدن برای دین، برای قرآن، برای ملیت خودشون. قبل از این که ملیت ما رو کسی بخواد از ما بگیره، ما در مقابلش میستیم. و ملیت ما برای ما در اسلام مهمه. قرآن عظیم الشان و شریعت این ملیت رو به ما داده. خیلی ها میگفتن که در مورد بلوچ صحبت نمیشه. میشه صحبت، چرا نشه؟ این روز مبارکیه برای قوم بلوچ در این سه کشور، این پهنه بزرگ دنیا. اینها مخلوق الله اند، انسانند، از حق و حقوق لازمه هر کشوری که به بقیه شهروندان میده باید قوم بلوچ هم بهره مند باشه. در شهرهای سیستان و بلوچستان 90 خورده درصد ما بلوچ ها هستیم. باید نخبگان ما، تحصیل کردگان ما، مسئولین استانی ما از این ملت بلوچ باشند و اهل سنت. باید در پست‌های کلیدی و پایتخت کشور از قوم و نخبگان بلوچ و تحصیل کردگان بلوچ باید استفاده میشد که نشده. تا الان هنوزم خبری نیست. انشالله اون روز بیاد که ملت‌های مظلوم دنیا به دید واسع نگاه بشن، به حق و حقوق خودشون برسن. الله رب العزت از من و شما راضی باشه.